بچه حرف شنو حرفای صاحبشو گوش میکنه و عمل میکنه بهش. موتور رو روشن بکن. بله. در کاپوتو باز بکن. باز. موتور رو خاموش کن. یک پیکان هست که همه دیدید، منتها این شیشه هاش برقیه. فکر میکنم روی شیشه اگر آب بریزه اتوماتیکمان برق واکنش هم اتوماتیک هست. آب که میریزیم روی شیشه در مقابل آب حساسیت داره و شیشه رو خودش تمیز میکنه. من محمد اخباراتی، مفر یکم هوانیروز، مهندس موتور و سیستم های اویونیک هواپیما، یک مغز الکترونیک اختراع کردم که نصب کردم روی این اتومبیل و سیستم ها رو دقیقاً با مغز الکترونیک کنترل میکنه. برای هر کسی که بخواد فرکانس صداشو میتونیم تنظیم کنیم روی کامپیوتر. در مورد سرعت، به ازای هر 15 کیلومتر سرعت 3 متر با ماشین روبرویی فاصله میگیره. راننده خوابش ببره تکونش میره بیدارش میکنه. الان ماشین تو دنده هست. من به مغز الکترونیک میگم روشن بشه ببینیم چیکار میکنه. اگر که سیستمای استفاضی رو نداشته باشه ممکنه تو دنده استارت بزنه و حرکت کنه و احیانا خطراتی رو به وجود بیاره. ولی این سیستم چون حساب شده هست کارهای دیگه انجام میده. آژیر میزنه، اطلاع میده که مثلا الان ماشین توی دنده هست. موتور استارت بزن، روشن بکن. الان ماشین توی دنده هست، آژیر میزنه که الان باید خلاص کنه. بسیار خوب.